بود نبود، قورباغه‌ای بود. در باتلاق زندگی میکرد و روزی دراز کارش خاموشک قپیدن و با دوگانه هایش سرود خواندن بود. روزی او در بالای گل نیلوفر خوابیده از باران نرمک لذت می برد. چه خیل هوای دلپذیر، چقدر زندگی زیباست، می گفت قورباغه خود به خود. ناگاه از آسمان صدای هشتک کشی شنیده شد و قورباغه دید که یک سیل مرغابی ها راست به سوی او پریده می آیند. مرغابی ها راست به باتلاقی که قورباغه در آن زندگی می کرد نشستند. غا غا گفت سردار مرغابی ها، راه دور است، دور و دراز پرواز کردن لازم، شکم را سیر کردن لازم. این گپ را شنیده قورباغه در حال پنهان شد. او میدانست که مرغابی ها قورباغه را نمیخورند، بنابراین کلچه‌اش را از آب بیرون کرد و گوش به صدای مرغابی ها داد. غا 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 گفت مرغابی، هوا خنک می شود، زودتر به جنوب پریدن لازم. غا 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 گپت درست، گفت مرغابی دیگری، زودتر به جنوب، به جنوب. مرغابی ها غوغا کرده با هم دیگر درباره جنوب صحبت می کردند. محترم مرغابی ها، آواز برآورد قورباغه، ببخشید که ناراحتتان می کنم. جنوب این چیست؟ شما جنوب جنوب می گویید و با آنجا رفتنید؟ مرغابی ها به قورباغه نگریستند و فکر می کردند. خوردن با آب، اما کلش کلان در گلو در می ماند. جنوب، غا غا، این جای گرم است. آه، جای خیلی زیباست، گفت مرغابی. باتلاقهایش را نمیگویی؟ راحتی جان، گفت مرغابی دیگر. کرمکهایش هم خیلی با لذت. جنوب بهشت آساست، گفت مرغابی سیوم. مرغابی ها چنان با جوش و خروش به نقل در آمدند که گوش های قورباغه قریب بود کر شود. او به نزد مرغابی آمد و پرسید: آنجا خاموشک و کرمک ها بسیار؟ او بله، خیلی بسیار، گفت مرغابی. آب دهان قورباغه شارید. دلش میخواست که او هم به جنوب برود، در آفتاب گرم شود، خاموشک ها و کرمک ها را شکم سیری بخورد. مرا با خود به جنوب نمیبرید؟ پرسید قورباغه. یعنی چی طور؟ تو پر و بال نداری کو؟ حیران شد مرغابی. قورباغه به فکر فرو رفت. مرغابی ها اکنون پریدنی شدند که صدای قورباغه بلند شد. ایستید، ایستید، یافتم! از شادی چهره قورباغه برق میزد. دو نفری شما
چوبی را از دو طرفش با منقارهایتان می دارید و من باشم از میان جای چوب با دندانهایم سخت می دارم. همین طور ما به جنوب می پریم، گفت قورباغه. فقط شما غاغا نگویید و من هم خاموش می ایستم. مرغابی ها راضی شدند. آنها چوبی مستحکمی را یافتند و دو مرغابی از دو طرف و از میانش قورباغه گزید و آنها به هوا پریدند. از بلندی سری قورباغه چرخ میزد، اما آهسته آهسته عادت کرد. اکنون او به حضور کوه و صحرا، دشت و دریاها را از بلندی تماشا می کرد و لذت می برد. چقدر دانایم من، افتخار می کرد در دلش. حتی مرغابی ها هم به دانایی او قایل شده بودند. آنها از بالای شهر و دهات پرواز کرده می گذشتند. آدمان که بار اول چنین منظره را می دیدند حیران شدند. نگاه کنید، ببینید، مرغابی ها قورباغه را برداشته برده ایستادند، می گفتند بچه ها با یکدیگر. انا عجایبات، می گفتند کلان سالان. خیلی عجیب، گفت یک مرد. که این حیله را فکر کرده برآورده باشد؟ قورباغه که از این سر و صداها با وجد می آمد طاقت کرده نتوانست و داد زد. من این فکر من است، این من. و همانا از بالا به زمین افتاد و چشم گشاده خود را در درون کولمک دید. قورباغه به قورباغه های ساکن این کولمک که گرد او را دوره گرفته به او با حیرت می نگریستند نگاهی کرد و دید که آنها از حیرت دهان خود را وا کردند، زیرا آنها بار اول قورباغه از آسمان افتاده را می دیدند. سلام، من سیاه. آنها باشند مرغابی های شخصی من تمام عمر با آنها سیاحت می کنم، جهانگردی می کنم. حالا آمدم که از زیست و زندگی شما با خبر شوم. لاف می زد قورباغه. بهار که شد مرغابی هایم برگشته می آیند و ما به سفرمان دوام می دهیم. نقل می کرد او به قورباغه های ساکن این کولمک. اما مرغابی ها دیگر برنگشتند. آنها فکر می کردند که قورباغه بیچاره به زمین افتاده هلاک شده است و از این خیلی افسوس می خوردند. قورباغچه لاف زن باشد، همانا به دوگانه های نوش سرگذشتی دروغین خود را نقل می کرد و منتظر مرغابی ها بود.